برنامه واتساپ رو هممون روی گوشیامون نصب داریم، اما یه سری قابلیت داره که اگر بلد باشی ازشون استفاده کنی استفاده بهتری میتونی داشته باشی. توی اسلایدهای بعدی همش رو بهت آموزش دادم. این پست رو لایک کن، برای دوستات بفرست، اگر پیجمو فالو نداری حتما فالو کن، کلی ترفند و آموزش باحال ببینی. اگر میخوای شماره‌های ناشناس داخل واتساپ نتونن با شما تماس بگیرن، فقط کافیه وارد ستینگ بشید، روی گزینه پرایوسی بزنید، کمی پایینتر روی گزینه کالز بزنید و گزینه سایلنس آنون کالرز رو فعال کنید. حالا دیگه هیچ شماره ناشناسی نمیتونه با شما داخل واتساپ تماس بگیره. ارسال عکس و فیلم یک بار دیدنی. برای این کار فقط کافیه بعد از گرفتن عکس یا ویدیو مورد نظرتون این دکمه یک رو روشن بکنید. میبینید قابلیت یک بار دیده شدن برای شما فعال میشه. حالا وقتی که شما یک عکس ارسال بکنید یک عدد یک کنارش نمایش داده میشه که کاربر مخاطبمون بعد از دیدن این عکس رو دیگه نمیتونه مشاهده کنه و فقط یک بار امکان دیدن عکس رو داره. امکان ارسال لایو فوتو هم توی ورژن جدید واتساپ فراهم شده. اگر عکسی که تو گالریتون گرفتید گزینه لایو رو روشن گذاشته باشید، عکس به صورت لایو فوتو ارسال میشه، ولی اگر روی آف باشه به صورت عکس فریز شده ارسال میشه. الان من یک عکسی که لایو هستش رو بر اینجا انتخاب میکنم تا بتونید مشاهده بکنید. ببینید عکس لایو فوتو من برای مخاطبم ارسال میشه. همچنین قابلیت HD به تصاویر اضافه شده. شما فقط کافیه وارد گالریتون بشید، از این قسمت هر عکسی رو که میخواید انتخاب کنید میتونید انتخاب کنید که با HD ارسال بشه، های کوالیتی باشه یا اینکه با حالت استاندارد باشه. این گزینه رو فعال کنید، با کیفیت بالاتر و حجم بالاتر عکس برای مخاطب ارسال میشه. اگر میخواید برنامه واتساپتون فقط با فیس آیدی و یا اثر انگشت باز بشه، فقط کافیه وارد ستینگ بشید، کمی بیاید پایینتر روی گزینه پرایوسی بزنید، باز کمی میاید پایینتر روی گزینه اپلاک میزنید. حالا توی این قسمت فقط کافیه تیک مورد نظر رو روشن کنید و تمام. حالا برای ورود به واتساپ نیاز به فیس آیدی یا اثر انگشتمون داره. اضافه کردن چند اکانت در واتساپ فقط الان روی گوشی‌های اندرویدی مقدوره، روی آیفون هنوز اعمال نشده. برای انجامش فقط کافیه وارد ستینگ بشید، روی گزینه اکانت بزنید و از این قسمت اد اکانت رو بزنید. حالا اینجا میتونید شماره‌های جدیدی که میخواید رو اضافه کنید.